رادیوی تاجیکستان گفتارهای خود را ادامه می دهد. شنونده های عزیز، حالا سلسله گفتارها را از روی کتاب سیمومین یتیموف معلم من که در آن مجموعی مقاله ها وابسته به فعالیت آموزگاری معلمان مکتب های میانه و عالی که مؤلف خدمت آنها را در تربیت و تشکل جهانبینی علمی، معرفتناکی و بیدار کردن حس دانش اندوزی نورسان و جوانان زمان فوق‌العاده ارزشمند می‌شمارد گرد آورده شده اند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان آرتیق قادر به سمعتان می‌رسانیم. گفتاری دویم. باعث تأسف بود که در زمان تا استقلال دولتی به برنامه درسی تاریخ تاجیکستان توجهی کمتر ظاهر می شد. ساعتها بسنده نبودند. بغیر از حفریات ارخئولوژی و موضعهای عجینه تپه، کیقوباد، تشکتاش و بعضی دیگر رویدادهای نچندان مؤثر تاریخی، معلومات جالب توجه مورد آموزش قرار نمی گرفت. دانش‌ها دایر به تاریخ خلق تاجیک را ما بیشتر از کتاب‌های درسی ادبیات تاجیک می‌گرفتیم. کتاب‌های اساسی درس تاریخ و گیوگرافیا، تاریخ SSR و گیوگرافی طبیعی SSR بودند. این کتاب‌ها هم بیرون از تاجیکستان تالیف می‌شدند. برای تمام خوانندگان ششک روی زمین یگانه محسوب می‌گشتند. به زبان‌های ملی ترجمه می‌شدند. اما اعتراف باید کرد که در زمان شوروی برای کارکرد برنامه‌های تعلیمی، نوشتن کتاب‌های درسی، بهترین متخصصان، عالمان نامداری که در ایجاد اثرهای علمی پداگوژی مشهور و معروف بودند، همزمان معلمان ایجادکار و زبردست مکتب‌های عالی مملکت به حساب می‌رفتند، جلب می‌شدند. همین طریق کتاب‌های نامبر شده تاریخ و جغرافیای وطن محبوب زمان را ما صدقاً قبول می‌کردیم، از تگ دل می‌خواندیم، به معنی و منطق آنها اعتماد بزرگ داشتیم. بدون شک محتوای کار مکتب هم در برنامه و هم در کتاب‌های درسی قطعاً موافق با سیاست رسمی دولتداری تشکیل می‌شد. کارکرد می‌گردید، ادامه می‌یافت، سرعت می‌گرفت. محتوای این فعالیت منفعت ثبات و پیشرفت جامعه را در نظر داشت. نکته برای ایجاد شبهه نسبت به جهانبینی علمی نمی‌گذاشت. معلم عثمان رحمانوف با درس‌ها با تیاری همه طرفه می آمد. ما شاگردان سابق تا حال فکر می کنیم که او مواد درسی مکتب میانه را هنوز در زمان دانشجویی نهایت خوب ازبر کرده بوده است. زیرا ما حس می کردیم دانش‌هایی که معلم به ما می داد خیلی وسیع از دایره موضوع و مندرجه کتاب‌های درسی بودند. واقعاً به قول کارالینکا برای آن که دیگرها را آموزانی باید خودت بسیار چیزها را دانی. همزمان احساس می گردید که معلم کتاب درسی را با درک عمق فهم مؤلف آن از خود کرده است. ادبیات علاوگی دسترس نموده است. آنها را خوب آموخته است. برای مثال اولین بار مجله های مشهور علمی و علمی عاموی و پروس استوری و وکروکسیویت را ما خوانندگان مکتب دیهات در دست معلم رحمانوف دیده بودیم. او در درس‌ها سخن‌های نو و مخصوصاً جالب می‌گفت. محاکمه‌رانی‌های دانشمندانه می‌کرد. وابسته به موضوع مثال‌های جالبی توجه می‌آورد. دل شاگردان تشنه دانش را تسخیر می‌نمود. ما طلبگان بین خود پیچیر می‌کردیم که این نوگویی و نوگانی‌های معلم به موضوع درس از کتاب و مجله‌های علاوگی است و چنین خلاصه‌ها اساسناک بودند. عثمان رحمانوف درس نو را چنان دلیلناک و ذوقمند می‌برد که ما نه تنها وظیفه خانگی را تیار می‌کردیم، بلکه بی‌طاقتانه درس نوبتی
موضوعی را که هنوز معلم نگذاشته است می‌خواندیم. می‌خواستیم فهمیم که دوام موضوع چگونه وسعت پیدا می‌کرده باشد. همزمان این عمل به ما امکان می‌داد محاکمه رانی کنیم تا کدام درجه معلم از مواد نو که در کتاب درسی نیست استفاده می‌کرده است. وقتی فهمیدیم که چنین مناسبت عثمان رحمانوف به درس تصادفی و لحظگی نیست، شکل فعالیت دائمی اوست. اولین بار تشبثکارانه برای خود دفتر درس تاریخ گشاده سخنهای او را مثل که در مکتب عالی لکسیا گوش می‌کرده باشیم می‌نوشتیم. اما معلم به این کار ما زیاد توجه نمی‌کرد. او راه و اصول درسدهی خود را همان طرز ادامه می‌داد. آن زمان بهترین اسباب عیانی خریطه بود. معلم وابسته به موضوع درس خریطه موافق را انتخاب کرده می آورد. آن را به تخته صنف نصب می کرد. هنگام درس گفتن خود به خود معلوم می شد که عثمان رحمانوف این خریطه ها را از یاد می داند. در درجه نهایت بلند تخصصمندی متن مواد درسی را با خریطه مربوطه پیوست کرده می تواند. یکی از موضوعهایی که شاگردان را حیرت زده می کرد در تخته صنف با بور عادی کشیدن خریطه های جنگی، معین کردن موقع های محاربه های طرف ها، سمت های هجوم، تغییر یافتن موقع نزاع جانب ها، استفاده صنعت جنگی، ضربه زدن به موقع دشمن از کمین و سمت های برای رقیب ناگهانی، همزمان با این نام به نام دانستن فرماندهان قشون های طرف ها، گنرال ها و افسرانی که در رفت جنگ راه و واسطه و کارنمایی‌های فوق‌العاده نشان می‌دادند به حساب می‌رفت. او توسط شرح دادن محتوای واقعه، ظهورات و حادثه‌ها قدم به قدم به ماهیت و مقصد درس نزدیک می‌شد. به واسطه تفسیر مندرجه موضوع با دلیل‌ها ناعیان زینه به زینه احساس خواننده را به محتوای مسئله طوری که می‌خواست بیدار می‌کرد. کوشش می‌نمود ماهیت موضوع با زحمت‌های اصیلی که می‌کشید به خوانندگان روشن و فهما گردد. پسیخولوژی شاگردان را خوب می‌دانست و از این مشاهده و خلاصه‌های آموزنده خود موفقانه استفاده می‌کرد. محتوا و مندرجه جهانبینی انسان در تناسب به علم مثل مجسمه است که باید خاصیت بنیادی داشته باشد. آینده انسان وابسته به آن است که این ته کرسی از کدام مواد برای کدام عمارت و برای چی تعیینات ساخته شده است. معلوم است که به قول استاد رودکی جهان همیشه چو چشمی است گردگردان است، همیشه تاب و دایینش گردگردان بود. آیا این زیربنا به چنین شرایط تاب‌آور هست یا نه؟ توان دارد که در بالای آن بنای زندگی مقصدناک برای منفعت خود انسان بنیاد شود؟ معلم ما این نازکی ها را خیلی خوب می دانست. کوشش می کرد با مثال و دلیل های تاریخی شاگردان را باور کناند که آدم قدرتمندترین معجزه طبیعت است. از او نیرومندتر در عالم چیزی دیگری نیست. فقط گپ سر آن است که او مقصد گذاری خود را که دائما برای بهبود زندگی واقعی زمینی روانه شده است با کدام راه و واسطه عملی کردنی است. میخواست طالب علمان را صاحب معرفت، مستقل، جوینده، نوآور، ناترس و مبارز تربیت کند و این صفتها کارآمد منفعت‌های وطن باشند. داشتن چنین خصلت‌ها را شرطی به هم موافق آمدن نیروهای روحی و جسمانی می‌دانست. روز استاد ما در درس گئوگرافیا درباره تاریخ کشادن قطعه امریکا محاکمه رانده سخنهای ارادتمند کشف کننده جهان نو را خیلی موفقانه مثال آورد. ای مردم، من یک نفر کمبغل گنویگی هستم که به لیسابون آمدم، کتاب‌های کهنه می‌فروشم و خریطه‌های بحری می‌کشم. اگر زمان شما شنیدید که در عالم قطعه نوی کشاده شده است، دانسته باشید که این کار را کمینه کمترین شما کریستوفر کولومب کرده است. معلم رحمانوف این سخنها را طرز آبرزناک و با تنتنه می گفت که گویا خود او کریستوفر کولومب باشد و او را افتخار کشادن چنین قطعه در پیش است.
و می خواهد از بین ما طلبگان در این کار نهایت خطرناک اما شرفمند همسفری دانا و غیور انتخاب و آماده کند. هنگام تعلیم درس ها معلم ما می کوشید که در شعور خوانندگان جهانبینی علمی تربیت کند تا آنها جهان را نه از روی تعصب و خرافات، افسانه های بی‌پایه، بلکه با چشم خرد نگرند، در زندگی فریب نخورند، رهگم نزنند. اعتقاد بنیادی علمی همسفری حیاتشان باشد. کشاده شوی قطعه نو را از جانب کولومب نتیجه 5 خصلت بزرگ او معنی داد می کرد. یکم، محبت داشتن به کتاب، سر و کار گرفتن و آموختن ادبیات علمی. دوم، کسبیت عالی. سوم، اراده قوی. چهارم، وطن پروری. و پنجم، جساری و دلیری. ما بچه های دور به ظاهر و رفتار و کردار معلم ما نگریسته سخنانش را گوش کرده به او اعتقاد داشتیم، از او افتخار میکردیم. معتقد بودیم که همین 5 خصلت در باطن خود معلم ما عثمان رحمانوف غالبیت دارد و ما باید پیرو او باشیم. معلم ما کوشش میکرد که بچه ها از جهانبینی غیر علمی، آن چیزی که از حقیقت دور است، در تجربه تاریخی ثابت نگشته است، برای ترقیات علم و معرفت مانع ایجاد میکند، فاصله بگیرند. تاکید میکرد که قسمت انسان برابر به درجه درک عالم واقعی توسط عقل و دانش و تجربه است. انسان همان وقت به زندگی شایسته میسر می شود داند که بزرگترین آفریده طبیعت و جمعیت انسانی خود انسان است. وقتی معلم درباره تاریخ مملکت‌های شرق و آفریقای شمالی صحبت می‌کرد، با مثال‌های دقیق شرح می‌داد تا وقتی که انسان قدرت فهمیدن سیر قوه‌های عالم اطراف را ندارد، وی مجبور می‌شود کورکورانه به تقدیر تن دهد. او گشته و برگشته تاکید می‌کرد که فقط دانش می‌تواند به آدمیزاد سبب‌های بدبختی او را آشکار سازد، راه‌های خوشبختی و پیروزیش را نشان دهد. عثمان رحمانوف زینه‌های ترقیات انسانی را با مثال‌های عادی می‌فهماند. در یکی از درس‌ها از تاریخ عصرهای میانه درباره چطور از فیودالیسم به کاپیتالیسم گذشتن خلق‌های اروپا را در مثال کارخانه سوزنبراری بیان کرد. برای نائل گشتن به مقصد درس، او جریان از فلزات تا محصولات تیار شدن این اسباب عادی، جریان استحصالات را به ما بچه‌های دهات نقل کرد. این درس چنان جالب بود که گویا خود معلم دیرکتوری کارخانه، سردار سیخ، مهندس، تکنولوژ، کارگر عادی، مدیر شعبه سنجش صفت محصولات، کارمند اجنسی رکلام محصولات تیار، سردار مؤسسه فروش مال و عاقبت استفاده برنده آن باشد. برای ما موضوعهای اولین بار در بلژیک ساخته شدن راه آهن از جانب ریچارد تریوتیک اختراع گردیدن ماشین با بوق حرکت کننده و مانند این کشفیات جالب توجه مخصوص بودند. معلم همزمان عامل‌های پیشرفت مردم غرب را تفسیر می‌کرد. تأکید می‌نمود که هر چی بیشتر دانش‌های خود را در سمت علم‌های دقیق و طبیعت شناسی صیقل دهیم و استفاده نماییم. وابسته به موضوعهایی که استاد ما طبق برنامه تعلیمی برایمان درس می‌گفت، تأکید می‌نمود که طبیعت در و دیوار، ماشین، راه‌های آهن، نقب‌ها، نقلیات و نیروگاه‌های آبی برقرار نمی‌سازد. همه اینها محصول معینه انسان باسواد، متخصص، به طرز دیگر نتیجه دانش‌هایی هستند که در شکل واقعی، مادی، زنده روی کار آورده شده. یکی از سخن‌های خاطرمان معلم رحمانوف برای شاگردان که همزمان ما آن را کوتاه‌نویس کرده بعداً یک عمر فراموش نکرده ایم آن بود که تاریخ ترقیات جمعیت از تاریخ انکشاف طبیعت فرق می کند. اگر ما در این مورد تأثیر انسان را به طبیعت و حالت برعکس را به نظر گیریم، در طبیعت در مجموع حادثه های پی در هم و به یکدیگر وابسته روی می دهند. آنها قانونمندی های معینی جریان طبیعت را تشکیل می نمایند. معلم با مثال های مشخص دقیق و روشن نشان می داد که چون این رویدادها بیرون از شعور انسان به وقوع می پیوندند.
آدم تنها توسط علم و دانش میتواند حادثه های طبیعت را پیشگویی کند، به آنها تأثیر رساند، از آنها استفاده نماید. این را تاریخ جمعیت گفتن ممکن است. مهمترین قسمت تاریخ را تاکید میکرد معلم رحمانوف. تاریخ جمعیت تشکیل میکند. این شکل جهانبینی از تاریخ طبیعت کلاً فرق دارد. تشبثکار و قوه حرکت دهنده آن انسان با شعور است و در جمعیت تاریخ گروه‌های اتنیکی، خلق‌ها، ملت‌ها، صنف‌ها، طبقه‌های اجتماعی و دولت‌ها تمام کوشش‌ها، حرکت‌ها، روندها، حالت و نتیجه آنها در کدام شکلی که باشند فقط و فقط نتیجه عمل مقصدناک انسانند، نه چیزی دیگر. به عمل قبلا طرح‌ریزی شده آدم در تاریخ جمعیت یگان دیگرگونی جدی، خواه به فایده انسان و خواه بر ضرر آن باشد، به وجود نمی آید. این را معلم ظهورات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، جمعیتی، ایدئولوژی و ادبی مدنی می گفت و هر یک آنها را شرح می داد. با گذشت سالها صرف نظر از انتخاب کسب، موقع اجتماعی، انسان هرگز استادان خود را که در تعلیم و تربیه او سهم داشته‌اند، مخصوصاً تأثیرگذار و تقدیرساز بودند، فراموش نمی کند. در قسمت خود آنها را سببگار و شریک و همدم می شمارد. در لحظه های نیک و مشکلات پیشارو هم معلمانش را به یاد می آورد. تربیه انسان دشوارترین، همزمان بزرگترین مسئولیت است که به دوش معلم واگذار شده است. تجربه کار عثمان رحمانوف به نظر من نمونه عالی فعالیت تخصصمندانه مقصدناک یک معلم عادی دهه دوردست زمان بیچراغ برقی بود. او تمام هستی خود را برای بنیاد جهانبینی علمی شاگردان، احتمال شخصیت سازی آنان روانه می کرد. توسط تعلیم و تربیه که شخصیت خود معلم، ظاهر، باطن و رفتار او قسمتی مهم این جریان بود، زحمت می کشید که فرزندان مردم را برای فایده خود مردم، برای شناخت علمی زمانه، به خاطر رشد جامعه آماده نماید. بعد ختم دانشکده من به مکتب دهه آریان به کار آمدم. معلم عثمان رحمانوف به معلمان جوان تاکید میکرد که مقصد اصلی تعلیم و تربیه معتقد کنانی است. اگر مکتب از عهده به دانش‌های علمی زمانوی مسلح و از کرامات و خرافات، فناتیزم دینی و تقدیر پرستی رها کردن شاگردان نبراید، آن را مکان علم و بارگاه معرفت نامیدن خطاست. ما شاگردان می دانستیم که خود معلم ما در این کار نمونه و ممتاز است. معلم عثمان رحمانوف را استاد تاریخ شناسان معارف دهات، فدایی علم و معرفت و نمونه عالی آموزگار مکتب، مهندس بزرگ روح شاگردان نامیدن ارزنده است. نام چنین معلمان به عنوان زمان و کارنامه آنها جاویدان میماند. درباره معلم عثمان رحمانوف با سخنان شاعر معروف عصر 11 ابو سعید ابوالخیر گفتن ممکن است: این عمر به ابر نوبهاران ماند، این دیده به سیل آب شاران ماند. ای دوست چنان بزی که بعد از مردن انگشت گزیدن بیاران ماند. شنونده های عزیز، شما گفتار ادبی را از روی کتاب معلم من مؤلف سیمومین یتیموف در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان آرتیق قادر از سلسله گفتارهای خوانش بدیعی شنیدید.